بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم خاطر همه نعمتهای خوب و مفید، توفیقات ارزشمند و گرانبهایش. با ارزشترین توفیقات الهی، توفیق هدایت به دین مبین اسلام. هدایت به دین مبین اسلام یعنی هدایت به همه خواسته های خوب خداوند از ما انسان ها، یعنی هدایت به همه خواسته های خوب ما انسان ها، یعنی هدایت به همه خیرات و برکات دنیا و آخرت. در یک جمله، حسن الخاتمه در همه امور و شؤون زندگی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما بکم من نعمت فمن الله و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها لئن شکرتم لازیدنکم. خیلی خوشحالم و خرسند از اینکه در این شب بسیار مبارک، در این هوای مطبوع و بسیار مطلوب و عالی، در این فضای بسیار ارزشی و معنوی، اون هم در کنار خانه خدا و در جمع بسیار صمیمی و دوست داشتنی، در جمع برادران و خواهرانی که دوست داشتنشون جزو کمالات ایمانه و به دوست داشتنشون انسان به خدا نزدیک میشه. اگر که محبت و دوستی بندگان نیک خدا از ایمان نباشه، پس قطعا دوست داشتن ظالمین و مستکبرین و فاسدین و مفسدین و منافقین و کفار انسان باش به جایی نمی رسد. نگاه در صورت برادر و خواهر مؤمن عبادت هست. مناسبت برای تبریک گفتن خیلی زیاد هست. یک همین جشن عفت و پاکدامنی است، عروسی. در حقیقت این جشن عفت هست. بی عفتی در جشن عفت جایگاهی ندارد. اگر از ابتدای برنامه با نام خدا شروع می شود، باید تا انتهای برنامه با نام خدا ادامه پیدا کند. پس بی عفتی در هیچ مرحله از مراحل ازدواج که در حقیقت دعوت به عفت و پاکدامنی است، جایگاهی و محلی از اعراب ندارد در فرهنگ دینی ما و شما. فرارسیدن یا نزدیک شدن ماه مبارک رمضان هم جای تبریک دارد. واقعا ماهی است پر خیر و برکت. هر شب قدر است. اگر قدر بدانید، انسان اگر قدر شناس باشه براش فرقی نمی کنه. اما در اسلام بعضی اماکن و بعضی زمانها و ازمنه از ویژگی خاصی برخوردار هستند، از برکت خاصی برخوردار هستند، مثل نماز خوندن در مسجد الحرام و در مسجد النبی. اگر در ماه مبارک رمضان باشد، در اواخر ماه مبارک رمضان باشد، دیگه از ویژگی بالاتری برخوردار هست. سرزمین عرفات، همچنین روز عرفات، شب قدر، بهترین روزی که آفتاب بر اون طلوع کرده
روز عرفات و روز جمعه هست. این دو روز واقعا روزهای خیلی حساس و سرنوشت‌سازی هستند. همچنین شب قدر یک شب ویژه هست. در یک شب انسان معادل 83 سال و 6 ماه افزایش عمر معنوی میتواند بدهد. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. خداوند گفته بهتر از 1000 ماه است. واقعا یک تولد دوباره هست. این فرصت ها و این اماکن و غنیمت بشماریم، هرچند که فرقی نمی کند. اگر انسان هوشیار باشد زمین و زمان آدم مقدس نمی کنه. اگر ما در شب قدر قرار بگیریم، در ماه مبارک رمضان قرار بگیریم و در صحرای عرفات اماکن مقدسی قرار بگیریم، اما ما انسان‌های مبارکی نباشیم، مجرد زمین و زمان انسان مبارک نمی کند. برکت با کارهای خوب و نیتهای خوب، انگیزه‌های خوب و مقاصد و اهداف عالی و تلاش مبارک و صحیح و درست در چارچوب صحیح، این برکت برای انسان و رشد و توسعه برای انسان ایجاد خواهد شد. خب پس تبریکات خیلی زیاده. انشالله که بتونیم از و مناسبت ها خیلی زیاده. اصلا همین دور هم جمع شدن، حالا عروسی بهانه است. بالاخره فکر نکنم همه به خاطر عروسی آمدن، هرچند که بانی این برنامه انسان‌های عاقل و فرهیخته و خردمندی بودن. میتونستن شاد باشن، میتونستن ساده و خیلی کوچک برگزار بکنن، ولی حیفشون آمد که این فرصت رو برای برادران و خواهران ایمانیشون مهیا نکنن. و واقعا اگر ما بخوایم مناسبت‌های خوب ایجاد بکنیم، واقعا دستمون بازه. از هر فرصتی میتونیم برای بهینه سازی زندگی خودمون و جامعه‌ای که منسوب اون جامعه هستیم حد اکثر استفاده رو ببریم. انسان مسلمان جزو فرامین قرآن و سنت هست که در هر ارتباطی دو چیز مد نظر قرار داره، یکی اخذ و یکی عطا. یعنی انسان مسلمان تو هر ارتباطی بیهوده نیست، غافل نیست، و تو هر ارتباطی هم یک طرفی نیست. در هر تعامل، در هر ارتباط اخذ و عطا هست. اخذ و عطا یعنی چی؟ یعنی استفاده بهینه از اون برادری که باش ملاقات میکنه و دو افاده خوب و بهینه برای برادرش. اگر استفاده ها، حتی استفاده های خوب یک طرفه باشه، این نوعی رباخواری است. رباخواری یعنی سود یک جانبه، یعنی سوء استفاده از دیگران. ما از تجارب دیگران برای توسعه خودمون استفاده میکنیم، برای کیفیت بخشی به خودمون و زندگی خودمون استفاده میکنیم، از علمشون، از فهمشون، از شعورشون، از هوششون، از استعدادشون، از علمشون، از تجربهشون، از اخلاق و ایمان و محبتشون، ولی خودمون حاضر نیستیم یه چیزی به اونها بدیم. این استفاده یک طرفه رو بذارید کنار. شورای یک شهر، دهیار یک شهر، مسئول یک شهر، امام جمعه یک شهر، وقتی مردم کمکش میکنن، بهش بها میدن، در یک جایگاه خاصی قرارش میدن، نیاد از محبت مردم، از حسن نیت مردم استفاده یک طرفه ببره، فقط برای تقویت خودش، مطرح کردن خودش و توسعه خودش. بعضا مشاهده شده شورا برای اینکه شهر و روستا رو توسعه بده، آمده خودش رو توسعه داده. وارد رانت شدن، وارد
معاملات عجیب غریب شدن. میبینید که هیچ توسعه و تعالی و پیشرفتی و آباد و عمرانی تو اون منطقه نبوده. اینا همش نوعی رباخواری است. استفاده یک طرفه در حقیقت سوء استفاده است. اگر این تعهد در قبال همدیگه داشته باشیم، در هیچ ارتباطی ما بیهوده نیستیم، خسران نیستیم، زیانکار نیستیم. وقتی برادر من تقویت میشه یعنی خود من تقویت میشم. وقتی دوست من تقویت میشه یعنی من دوست قوی دارم. وقتی دوست من آگاه باشه، بیدار باشه، همشهری من، اون کسی که تو جامعه با من زندگی میکنه، یعنی من یه جامعه قوی دارم، پویا دارم. این نگاه و تسری ببخشیم، این نگاه رو به نمایش بگذاریم. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن شکر خدا. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن عاطفه های زیبا، مهرورزی، خیرخواهی. از همدیگه سبقت بگیریم. سابقوا الی مغفرة من ربکم. رقابت های سالم ایجاد بکنیم. همین رقابتی که برادرم آقای بهور بین این بچه های عزیز ایجاد کرد. اگر بین بزرگترها این رقابت باشه بدون حسادت، خودش بلند شد دست چند نفر رو بگیره بلند بکنه، نه اینکه بلند شدن من رو حساب سرکوفت به دیگران باشه. این معانی رو در جامعه اخلاق، در جامعه چه ترویج بدید. دین کامل شده، نیاز به تکمیل شدن نداره. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین نیاز به تکمیل نداره، دین نیاز به نشر داره. قواعد زندگی، فرمولهای زندگی از تو لابلای مصحف در بیاریم و عملی بکنیم و میدانیش بکنیم، پیادش بکنیم. قرآن‌های متحرکی باشن که روی زمین داریم راه میریم. دنیا میدانی است برای نقاشی کشیدن، تابلوهای قشنگ. این تابلویی که تقدیم کردن چقدر زیباست. با همه اختلاف سلایق میگن این تابلو زیباست، چون کسی که طراحی کرده واقعا استاد بوده. نقاشی های قشنگ بکشید که حتی مخالف نتونه بگه نقاشی زشته. تابلوهای زیبا بکشید. فرصت خیلی زیاده برای انسان. بهترین مقطع عمر انسان از 20 تا 50 ساله. از تولد تا 20 سالگی باید برات هزینه بکنن. مصرف کننده هستید. از 50 به بالا هم باید برات هزینه بکنن. مصرف کننده هستید. این 20 تا 50 عمر تولید انسانه. دوتا مصرف کننده هستید. مقطع تولیدت این 30 ساله. واقعا تولید کننده باش. ایده های خوب، افکار خوب، طرح و برنامه خوب. کسی که هدف نداره برنامه نداره. کسی که برنامه نداره تلاش نداره. کسی که اهدافش کوچکه، گامهاش هم کوچکه، قدمهاش هم کوچکه. خودتون رو کوچک نکنید در این روستای حسینه. درسته حسینه است، حسینه حسنی نباشه که مانع بزرگ شدن شما باشه. الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. به این آیات توجه کردید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك.
این درست خطاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم هست، ولی خطاب به کل انسان هاست، خطاب به کل مسلمان هاست. آیا دل تو رو منشرح قرار ندادیم؟ چه دلی منشرحه، آرامه، استقرار داره؟ دلی که بزرگه، دلهای کوچک اونا دل نیستن که روش مانور بدید. اونهایی که دلشون کوچکه، فقط جای خودشون و خانوادهشون میشه، جای خودشون و فقط روستاشون میشه، اقوامشون میشه، جای مانور ندارن. دو چیز ساحل نداره، پایانی نداره، یکی دل انسانه و یکی اقیانوس علمه. امام شافعی رحمت الله علیه میگه کلم ازددت علما ازداد علمی به جهلی. هرچی علم بیشتر خوندم، علمم به نادانی خودم بیشتر شد. علم دنیایی است، اقیانوسی است که ساحل نداره. دل انسان شاید این مسجد ظرفیتش برای 500 نفر باشه، سالونی که توش بودیم برای 100 نفر باشه، اما دل انسان برای 1 میلیارد، 2 میلیارد، 10 میلیارد بازم چه؟ احساس نفس تنگی، فشار تو سینه نمی کنید. دلتو بزرگ کن. 3 چیز نشانه انشراح صدره. الم نشرح لک صدرک. اگه میخوای این آیه شامل تو باشه، علما میگن 3 چیز عامل انشراح صدره. یکی صبور بودن. صبورید؟ استقامت دارید؟ انسان چند چیز داره. یکی استطاعته، این توان عادیه. 2 طاقته، قبلش توان عادی، بعدش استطاعت، بعدش طاقت، بعدش فوق طاقت. خداوند فوق طاقت رو تکلیف نمیکنه. اون چیزی که فوق طاقت ماست خدا از ما نمیخواد. اما طاقت وقتی داریم باید طاقت به نمایش بذاریم. اگر نیازی به طاقت نیست، استطاعت به نمایش بذاریم. اگر جایی روند طبیعیه، همون توان طبیعی رو به نمایش بذاریم. اما بعضی انسان ها کمتر از روال طبیعی هم. خیلی عجیبه. اگه اشتباه نکنم تو پارسیان یه تبریک سال جدیدم گفتم. ما در سال جدید خورشیدی 98 هستیم. بیایید یک روز رو 365 بار تکرار نکنیم. یه وقتی یه نفر هست که 1 سالش 1 نواخت میگذره، یه وقتی یه نفر هست 2 سالش، 5 سالش، 6 سالش، 10 سالش. یه وقتی هست یه نفر از خدا عمر گرفته، مسلمان زاده هست، الان 90 سالشه، حمدش از رو نمیتونه بکنه. این چه توسعه پیدا کرده؟ بچه های کوچکمون تو سن 7 سالگی 6 سالگی حافظ قرآن میتونن بشن. این اگه تو سن 6 سالگی 7 سالگی حافظ کل قرآن بشه، همینجور رشد بکنه، مواظبش باشی، بهش توجه بکنید، تا وقتی 70-80 سالش میشه. بعضی انسان ها، ما یک دکتر فا عبدالرحیم داشتیم، هندی بود، تو دانشگاه مدینه قسمت شعبه لغت عربی، 7 تا زبان بلد بود، چند تا دکترا داشت، هندی بود. کتاب‌های قسمت شعبه لغت عربی برای غیر ناطقین عربی دانشگاه اسلامی مدینه خودش نوشته بود. دکتر فا عبدالرحیم هندی بود، خدا یارش باشه اگه زنده هست، استاد ما بود. 6-7 تا دکترا، 6-7 زبان. چقدر اینا میتونن توسعه پیدا بکنن؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید اگر مسلمانی 2 روزش 1 نواخت بگذره، این خسران دیده. 2 روز مسلمان نباید چه مثل هم باشه، باید متفاوت باشه. چرا حاضر نیستیم روزهامون رو با تولیدات خوبمون یه روز جدیدی متفاوتی رقم بزنیم؟ بعضی انسان ها برای خودشون هم حرفی برای گفتن ندارن. وقتی نگاه آینه میکنن، روبروی آینه میستن، حرفی ندارن، مجبورن تو آینه هم نگاه نکنن، سرشون بندازن پایین. اما بعضی برای جامعه کوچک خودشون، بعضی برای شهرستان خودشون، بعضی برای استان خودشون، بعضی برای کشورشون، بعضی برای بشریت، دنیا حرفی برای گفتن دارن.
یک صبور بودن. کسانی که کم طاقت و بی‌حوصله و منفعلن و زود از کوره در میرن، اینها نمیشه وصف بزرگی بهشون داد. اینها صاحبان دلهای کوچکن. انسانهای بی طاقت، بی حوصله، زود از کوره در میرن، عصبانی میشن، کم میارن، اینا نمیتونن مصلح باشن. اینا نمیتونن مربی باشن. اینا نمیتونن معمار باشن، معمار انسانی. اینا نمیتونن امام جمعه باشن. امام جمعه‌ای که فکر میکنه وقتی تریبون گیرش میفته باید مردم رو بکوبه. فکر میکنه که این منبر کوبیدن، مسائل شخصی گفتنه. و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. کسی حق نداره در خانه خدا روی منبری که خدا زیر پاش قرار داده جز تعریف و تمجید از و عظمت خدا و رسول خدا و دین خدا چیز دیگه بگه. قرآن دستورالعمل زندگی است. آمده که زندگی انسانها رو بهینه بکنه، بهسازی بکنه. ان هذا القرآن یدعو للتی هی اقوم. یهدی للتی هی اقوم. هدایتگره. پس اولین نشانه انشراح صدر و دل بزرگ اینه که تو صبور باشید. هستیم؟ ما ماه صبر در پیش داریم. هر عبادتی اوصاف متعدد داره، ویژگی های متعدد داره. هر عبادتی دو چیز تولید میکنه، هم نور هم نیرو. خاصیت عبادت ها اینطوریه، هم نور تولید میکنه هر عبادتی، راهو میدرخشانه، هم نیرویی که بتونه در اون راه درخشان و روشن تو گام های استوار بردارید. هر چیزی که نور و نیرو تولید نکرد در پیمودن راه های درست، اون معصیته. و خاصیت هر حرام و معصیت یا هر حرام سه چیزه: یک، ضرر، دو، نجس بودن و سه، فاسد بودن. هیچ حرامی در اسلام حرام نیست و معصیت نیست مگر اینکه یا هر ستا داره یا یکی از این ستا داره. و هر چیزی که به 5 چیز انسان ضرر برساند در همه ادیان آسمانی ممنوعه: ضرر به عقل، ضرر به حیثیت و شرف و آبرو، ضرر به مال، ضرر به دین، ضرر به نسل. بر این قاعده ها شما زندگیتون رو با وقتی سوال میکنن قلیون چیه؟ حکمش چیه؟ سیگار حکمش چیه؟ حرامه؟ تنباکو حکمش چیه؟ حرامه؟ عرضه بکنید بر این 5 تا ضرر. نگاه بکنید نجاست داره؟ نه، نجاست نداره. یه برگ درخته، برگ یه بوته‌ایه. اگه تو جیبت هم باشه این برگ، نماز بخونید چه رو سجدگاهت هم بیفته، نمازت باطل نیست، نجس نیست. آیا هر چیزی که نجس نیست حرام نیست؟ فساد داره یا نداره؟ اگر فساد نداره ضرر داره یا نداره؟ ضرر به عقل میرسونه یا نمیرسونه؟ ضرر به دین میرسونه یا نمیرسونه؟ اگر شیخ شما یه سیگاری الان براش روشن بکنن روی منبر، تو جلسه استراحت روز جمعه بین 2 تا خطبه یه سیگار روشن بکنه، همون نمازگزارا با کفش میزنن تو صورتش، یقش میگیرن ولی خودشون سیگار میکشن تو جیبشونه. چه فرقی میکنه؟ اگر برای شیخ درست نیست و برای تو چی داره درسته؟ اگر تو داری انکار میکنید بگه مسلمان شیخ و ملا و پیغمبر و فلان داره، رسول الله صلی الله علیه و سلم به فاطمه زهرا میگه که ای دختر پیامبر، ای فاطمه، روز قیامت نیای بگی من دخترتم، پاره تنم، ای علی پسرم موی من، ای عباس، ای فلان، ای فلان، ای جعفر، یکی میشماره از اقوامشو. روز قیامت نیای بگی من پسرتم، من دخترتم، من عموتم، من پسر عموتم. اونجا کار به عمل برمیاد. حسب و نسب جایگاهی و محلی نداره. حتی قسم یاد میکنه، میگه اگر فاطمه دختر پیامبر دزدی بکنه من دستشو قطع میکنم. کاری نداره به شیخ و ملا و سید. اونهایی که جز ساداتن اگه عالم باشن، اگه دعوتگر باشن، اگه صالح باشن 3 تا ثواب دارن.
3 تا حرمت دارن. یکی حرمت سید بودنشونه، یکی حرمت عالم بودنشونه و یکی حرمت مصلح بودنشونه، صالح بودنشون و یکی حرمت مصلح بودنشون، دعوتگرن. ولی اگر تقوا نداشته باشه، یه سید لات شرابخوری باشه، باید جلوش بلند شد، چون سیده. کجاش سیده؟ این دیگه بالاتر از حسن و حسین و جعفر و عباس و علی و از اونا بالاتره، عبدالله ابن عباس و امثالهم بالاتره و فاطمه. این القاب که آدمو، تنها چیزی که آدمو عقب و جلو میندازه علم و تقوا و مفید بودن و خدوم بودنه. صف بالا نشستن و لباس رنگارنگ پوشیدن و ماشین های نمیدونم فلان و انسان های سرمایه‌دار هنگام مرگ شناخته میشن. اونهایی که شهادتین درست به زبانشون آمد روز جمعه، شب جمعه. یه شیخ احمد سعادتی بود تو این منطقه، میشناسنش اهل گلدار، اون خیر بزرگ تو قطر بود اگر اشتباه نکنم. روز جمعه ساعت 9-10 صبح غسلشو میزنه خودش، لباس سفید میپوشه، وضو میگیره، مسواکشو میزنه، خوشبوی عطرشو به لباسش میزنه، بس صدای چه رو به قبله تکیه میزنه تو سالن، صدای خانمش میزنه، این همسفرش، این رفیق دربش، میگه زن بیا که شوهرت مسافره، بچه ها رو صدا کن. زنش میاد میگه جناب شیخ تو که روز جمعه پشت به نماز جمعه نمی کردی، کجا مسافرید؟ میگه بچه ها رو صدا بزن. بچه هاش میان دو طرفش می نشینن. اول از همسرش خداحافظی میکنه و حلالی میطلبه، بعد از بچه هاش، بعد میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، نفس خالی میکنه. صلی الله علیه وسلم. این میش میگن سرمایه دار. سرمایه‌دار واقعی اینه حتی اگه نان شبم نداشته باشه، این جمله هنگام مرگ مدیون کسی نباشه، بدهکار کسی نباشه، این سرمایه است. خیلی وقتا گم میشیم. 4 تا لقب بهمون دادن. ما در اسلام تقدسگرایی نداریم. هیچ شیخی و هیچ شخصیتی نباید اجازه بده مردم خم بشن دستش ببوسن. تقدسگرایی در اسلام سبب استبداد دینی و مذهبی خواهد شد. احترام و حرمت و محبت یه چیز دیگه است، اما خم شدن، دست بوسیدن، این تقدسگرایی سبب استبداد دینی و مذهبی خواهد شد. افرادی پایبند بودن، مسلمان بودن، مؤمن بودن، به جایی رسیدن که ادعای خداوندی کردن. مرید و مرادی درست میشه، عبادت ها تعطیل میشه. به جایی که مردم رو دعوت به سوی خدا بکنه، دعوت به پرستش خودش میکنه. پرستش غیر از محبت، افراد در محبته. همدیگه رو دوست بداریم، با همدیگه مصافحه بکنیم، همدیگه رو تو آغوش بکشیم، مشکلی نداره، اما خم بشن بندگان خدا دستش ببوسن، هر کسی باشه. تقدسگرایی در اسلام سبب استبداد دینی و مذهبی خواهد شد. چقدر این خدایان ساختگی، پیرای طریقت و این مریدای بدبخت دین و ایمان ازشون گرفتن، به جایی که خدا رو راضی بکنن همینجور میلرزن جلو شیخاشون، جلو این قلب باید آزاد بشه. آزادی این قلب عبادت رب العباد داخل بشه. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میخوای دلت بزرگ بشه؟
الم نشرح لک صدرک، قرآن دل انسان رو بزرگ میکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، ایمان، عقیده و توحید، صبور بودن، اونم به خاطر خدا. یا تو این وادی قدم مگذار یا وقتی گذاشتید صبور باش، کارهای بزرگ انجام بده. من خیلی وقت پیش آمدم اینجا، این روستا من خاطرات زیادی دارم. داماد بنده و خواهرزاده بنده ناخدا نظر که دوست حاج حسن و سلمان و دیگر چند سال اینجا بوده با لنچ صیادیش، مثل برادر خودشون اینجا پذیرفتنش. سالهای سال اینجا بوده. خواهرزاده بنده محمد امین نظرزاده سالهای سال اینجا بودن. نگفتن این قسمت دریا مال ماست، روزی مال ماست. آمدن اینجا، تحویلشون گرفتن مثل یک برادر. روابط خانوادگی داریم. امروز در حقیقت من آمدم عروسی برادرزادم تقریبا، داوود. اون زمان این روستا کوچک بود، الان خیلی بزرگ شده. بزرگی با حد و مرز جغرافیایی نیست. بزرگی یک جامعه با مردان بزرگی است که در اونجان انسان‌های بزرگ در یک جامعه سبب بزرگی یک جامعه میشن، نه حد و مرز جغرافیایی. بزرگی یک جامعه نفت و گاز هم نیست. میخوای امیر بشید؟ یک راه برای امیر شدن هست. میخوای آقایی بکنید؟ یک راه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن امیر القوم خادمهم. یک راه برای آقایی و سروری وجود داره، اون هم راه خدمتگزاری است. نه دستور دادن، نهیب کردن، فرمان دادن. الم نشرح لک صدرک. علما میگن این دل مثل یک سرزمین پهناوره. خداوند این دلو که یک سرزمین پهناور میماند در قفسه سینه انسان جاسازی کرده. در حقیقت یک سرزمین محل کشته. حالا این دل کی داده؟ این سرزمین پهناور در قفسه سینه تو که قرار داده. جوابش کیه؟ جوابش کیه؟ الله. کسی میتونه غیر از الله ادعا بکنه که این دل رو به تو داده؟ اگر الله بخشنده این دل، این سرزمین پهناوره، پس ما حق نداریم باغبانی این دلمونو به کسی غیر از الله بدیم. الله هم باید باغبان دل ما و شما باشه. وقتی اجازه میدی به الله که باغبانی دلت بکنه، الله بوته های گل خوشرنگ و خوشبو میکاره. هر حرف قرآن یک بوته گل محمدی است که ازش گلاب میگیرن. بهترین گلاب در کاشانه. همین گلاب کاشان سالهای سال میرفته به خانه خدا کعبه، با گلاب کاشان ما کعبه رو شستشو میدادن. اگر باغبانی دلمون رو به الله بدیم و الله باغبان دلمون باشه، هر نقطه پهناور این زمین پهناور که دل ما و شما باشه یک بوته گله، هم خوشرنگ و جذاب و هم خوشبو و معطره. اما اگر خدای ناکرده این سرزمین پهناور رو به ابلیس و شیطان دادید، بذر چی میکاره؟ اگه باغبان دل ما و شما ابلیس و شیطان شد، بذر کینه، نفاق، شهوت، معصیت، فساد، ظلم، تباهی، گناه، خیانت، غدر، حسادت، دیگه هر روز باید سینت اینطوری بگیرید. این سینه رو میفشاره تو. معصیت سینه انسان دل تو سینه میفشاره. سیاه رگ‌ها اگر فعال شدن، خونهای فاسد و وارد چه قلب تو میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که
یک پارچه گوشی در قفسه سیر توست که اون دل اسمش قلبه. اذا صلح صلح الجسد کله و اذا فسدت فسد الجسد کله الا و هی القلب. یک تکه گوشی به اندازه کف دست اگر صالح شد، اینجاست که خون پمپاژ میکنه، خون معنوی که حیات ما به اون مرتبطه. اینجا نباید لانه شیطان باشه. انسان مسلمان باید مثل قطره باران باشه، همونطور که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم رحمتا للعالمین بود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر صلی الله علیه و سلم رحمت برای انسان ها نبود، برای مسلمان ها تنها نبود، برای همه انسان ها بود. برای انسان ها تنها نبود، برای کل عالمیان بود. واقعا برای همه رحمت بود. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. همون پیامبری که درباره خون انسان و حرمت خون انسان و حیات انسان آنچنان صحبت کرده و آبروی انسان و مسلمان، همون پیامبر در ریختن خون حتی حیوان حلال گوشت. ان الله كتب الاحسان علی کل شیء. خدا نیکی و احسان و مهربانی رو بر هر چیزی نوشته. فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل وليحد احدكم شفرته وليرح ذبیحته. یه زمانی من بچه بودم، نحوه ذبح مرغ و خروس رو فکر میکنم هنوز تو زیر چشممه. به جایی که زبان مرغ و خروس رو بیرون می آوردن، با یه سیخ درخت نخل می زدن تو زبان رو قفل می کردن که زبان بر نگرده تو حلقوم، که ذبح شرعی بکنن. کی گفته تو؟ مرغ و خروس زنده اینطوری ذبح می کردن، سیخ می زدن زنده تو زبانش، قفل می کردن منقارش که این زبان بر نگرده هنگام ذبح. تو حق ندارید. پیامبر میگه وقتی میخواید حیوان حلال گوشتی رو ذبح بکنید، کار تو چه؟ کار دو تیز کن که تا گذاشتی چه قد بکنه و حیوان رو عذاب نده. کسی حق نداره با کار اره حیوان حلال گوشت بکشه. یک ضربه تمام شده مثل باریکی لب شمشیر تا زد قد بکنه اون ودجین، اون دوتا مهره ها رو. این حیوان حلال گوشتی که گفته چه؟ بعضی بلند میکنن، یعنی هنوز کار نگذاشته مرده. حضرت علی رضی الله عنه وقتی خنجر خورد از دست اون ابن ملجم خارجی، خنجر تو پیشونیش بود، زد پنجه، با این پنجهش زد دسته خنجر رو گرفت، گفت فزت و رب الکعبه، رستگار شدم به رب کعبه قسم. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم بهش بشارت داده بود تو شهید میشی با ضربه‌ای که تو پیشانیت بخوره، خون فواره بزنه کل ریش و سینت در بر بگیره. و گفت این ضربه شهادته. پسراشو طلبید، گفت پسرم اگر من موندم، زنده موندم، خودم میدونم با این قاتلم. خوب دقت بکنید کی این حرفو داره میزنه. ضربه خورده، میگه فزت و رب الکعبه، میگه پسرم اگر من زنده موندم خودم میدونم، گذشت میکنم، عفو میکنم، میبخشم یا قصاص میگیرم. اما وای بر شما اگر من این ضربه خلاص بود و شهادت بود. یک ضربه بیشتر به من نزده، شما هم حق بیشتر از اون ضربه رو ندارید. عدالت به اوجش، اونم در چه جایگاهی، در چه لحظه‌ای که خون کم کم از بدنش داره میره. میگه اگر من رفتم و این ضربه شهادتم بود، این ابن ملجم فقط یک ضربه بر من بیشتر وارد نکرده. حق نداری بیشتر وارد بکنید. حق ندارید انگشتاشو قطع بکنید، ناخناشو بکشید، مسلش بکنید، زبانشو در بیارید، دماغشو ببرید، گوششو ببرید، یک ماه یک هفته بهشون غذا ندید. اینا اسیر شمان. همون غذایی که خودتون میخورید بدید صبحانه، نهار، شام.
احترامشون بکنید، فقط ضربه خلاص یک ضربه. الله اکبر. امروز این عدالت کجاست؟ تو دنیا یافت میشه؟ این عدالت علوی کجاست امروز؟ اونها انسان‌های بزرگ بودن که مسیر تاریخ بشریت رو رقم زدن، صبور بودن. 2 افق دیدت و نگاهت رو بلند کردن. ما وقتی بچه بودیم تو شهر خودمون تو سورو میگفتن هر کسی نگاه سر بینیش بکنه کاچ میشه. میدونی کاچ میشه یعنی چی؟ نمیدونم شما چی میگی؟ یعنی کافیه که 5 دقیقه نگاه سر بینید بکنی، سر دور میزنی تق میافتید. بیا اینجا بیست، 5 دقیقه نگاه سر بینید بکن، چشمت به این طرف میره. ولی وقتی این نگاه تو از سر بینید بلند میکنی دورتر میره، تعادلت حفظ میشه. هر چی دیدت بلندتر باشه وسعت دیدت وسیع‌تر خواهد شد، بزرگتر خواهد شد. شما روی زمین نگاه کن چقدر وسیع دارید، چقدر وسعت دارید. برو بالاتر، رو دکلی بیست، بالای اون مناره گنبد برو، بعد از اون بالا نگاه کن. برو بلندی کوه، از اون پایین نگاه کن. برو تو هلیکوپتر، برو تو هواپیما، از اون بالا به زمین نگاه کن، چقدر وسعت دیدت بزرگ میشه. اونهایی که دل بزرگ دارن وسعت دیدشون خیلی بزرگه. پیامبر صلی الله علیه و سلم از جزیره العرب خارج نشد ولی نگاهش رفت تا آفاق. ما 300 میلیون نفر جمعیت مسلمان شافعی مذهب مالایو داریم در جنوب شرق آسیا. 250 میلیونشون در اندونزی هستند، بزرگترین کشور اسلامی از نظر جمعیت. مالایو. 16 میلیون در مالازی، در برونای، در سنگاپور، در جنوب تایلند. 300 میلیون با اخلاق تجار مسلمان شدن. پیامبر از جزیره العرب خارج نشد، 2 بار خارج شد، 1 بار در نوجوانی، 1 بار در جوانی، در قافله خدیجه رفت. ولی دینش تا کجا رفته؟ به آفاق رسیده، چون به همه فکر میکرد. نگاهش خیلی بلند بود. نگاهتون رو به حسینه چه منحصر نکنید. بچه هاتون رو بذارید بزرگ بشن، نگاهشون جهانی بکنید. چین عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم هموطن ہے، سارا جهان همارا. علامه اقبال لاهوری میگه. این 2 تا سبب برای انشراح صدر. اما سبب سوم که خیلی مهمه، مخالف پذیری در کنار خودت. کسی که با تو اختلاف سلیقه داره، اختلاف نظر داره، اختلاف مذهب داره، اختلاف دین داره، اختلاف ایده داره، اختلاف فکر داره، این که بتونی بپذیری یک زندگی مسالمت آمیز در کنار هم دیگه داشته باشید. عیسی به دینش، موسی به دینش، هر کسی رو قانع کرد اختیار داره. در یک جوی از مهربانی، صفا و صمیمیت در کنار هم دیگه. انسان‌هایی که دلشون کوچکه میتونن مخالف بپذیرن؟ فقط نابود کن، حذف کن، دور کن. اینا دلهاشون خیلی کوچکه. سومین نشانه انشراح صدر مخالف پذیری در کنار خودت، فرهنگ همزیستی و تعایش. چقدر زیباست که به مخالفمون فرصت بدیم، قضاوت نکنیم. تو حق نداری درباره هیچ کس قضاوت بکنید. احکم الحاکمین خودشه. اگه دوست داریش کمکش کن. تو حق نداری اگه شرابخوری داره شراب میخوره بگی این ملعون نجس شراب خورده، این جهنمیه. گریه و زاری و تواضع و معصیت خیلی بهتر از تکبر و عبادته. اونی که با نمازش مغروره، با 2 رکعت نماز و روزش مغروره، خیلی دورتره. آیا نمیترسی که فردا اون شرابخوار توبه بکنه بیاد جای تو با نمازت مغرورید، منت سر خدا و خلق خدا میذارید بیرید جای اون؟ بعضی انسان ها پشت تسبیحشون قایم شدن، بعضی انسان ها پشت حجشون قایم شدن. طرف فکر میکنه وقتی رفت حاجی شد دیگه هر کاری دلش میخواد بکنه، یه مجوز حج رفتن.
بعضیا پشت نمازشون قایم شدن، هر کسی نماز میخونه دیگه آزاده. نه، اینطوری نیست. اگر راست میگی کمکش کن تا دست از این شراب بکشه. علمای ما عادت کردن فقط میرن مسجد، مدرسه دینی، مسجد، مدرسه دینی، تو بازار نمیرن چون اونجا اهل معصیتن. اگه گاه وقت هم تو بازار برن اینطوری باید برن که چشمشون به نامحرم نیفته. پس بشین تو خونه تا جوانا بیان، برو تو مسجد بشین تا جوانا بیان، برو تو مدرسه دینی بشین دور خودت هم یه دیوار بکش تا جوانا بیان. بابا تو مسئول متدینین هستی، مسئول اونا هم هستید. اونا هم بگردن تو حق دارن. علما تو عروسی نمیرن که اونجا، اگه بزرگان تو عروسی نمیرن، تو بازار نرن، تو محل کار مردم نرن، تو دانشگاه نرن، کنار ساحل نرن، تو پارک نرن، طوری شده که علما دیگه روشون نمیشه تو پارک برن، روشون نمیشه تو بازار برن. با بازار یثرب یه روزی دست یهود بود. اقتصاد یثرب قبل از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم دست یهود بود. 3 قبیله بزرگ یهود در یثرب زندگی میکردن، قبیله بنی نظیر و بنی قینقاع و بنی قریظه. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم رفت نگفت برید بازارشون رو نابود بکنید. حرفه، فن، تجارت، بازار، کشاورزی دست یهود بود. پیامبر یکی یکی صحابه رو فرستاد تو بازار. به جایی رسید که بازار مدینه دست عشره مبشره به بهشت افتاد. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما گاه وقتی با یک غلامی داشت میرفت تو بازار، مغازه به مغازه سلام میکرد، دعای برکت میکرد، میرن مغازه بعدی. بعد غلامش میگفت سرورم، سیدم، چیزی نخریدید؟ بازار محل خرید و فروشه. گفت چرا نمیفهمی؟ ما رفتیم بر اهل بازار سلام بکنیم، دعای برکت بکنیم، انگیزه بهشون بدیم تا این سنگر رو حفظ بکنن. انسانهای بی تقوا اگر بازار رو قبضه کردن، اقتصاد، مالی هم که کمک میکنن، اصلا اقتصاد وقتی که مسموم شد دیگه نه نماز جواب میده، نه روزه جواب میده، نه تلاوت قرآن جواب میده، نه حج جواب میده. اقتصاد رو باید سالم نگه داشت، فرهنگ رو باید سالم نگه داشت. اگر امکان گناه و استمرار گناه برای انسان ممکن نباشد، توبه فایده‌ای ندارد. توبه جذاب و زیباست که استمرار گناه برای تو باشد، بگی از خدا میترسم. من میرم تو بازار چشمی به نامحرم افتاد، چشمی بداد پایین. ولی من نمیرم بازار چون که اگه برم چشمم به نامحرم افتاده. پس تو خیلی ضعیف الایمانید. یه وقتی مفتی اعظم عربستان بود اگه اشتباه نکنم، گفته بود من الحمدلله میگم که تو تلویزیون من، تو خونه من تلویزیون نیست. خیلی ضعیفی، خیلی ضعیفی. و تو خونه تو کاردم نباید باشه، تبرم نباید باشه، کبریت هم نباید باشه، نفتم نباید باشه، گازم نباید باشه. تو اینقدر ضعیفی و بچه ها ضعیف تربیت کرده که و این معاذ الله کجاست؟ و معاذ الله کجاست؟ برای هر یوسفی زلیخایی هست. زلیخا به یوسف گفت هی تلک، گفت معاذ الله انه ربی احسن مثوای. پدیده ها رو نمیشه از همه گرفت، جمعش کرد. پدیده ها باید جهت داد. اینترنت پدیده هست، فضای مجازی، این امکاناتی که الان هست، همین امکاناتی که اینجاست الان این برنامه رو جهانی کرده، آنلاین داره پخش میشه دنیا به زبانهای مختلف. حداقل 150 میلیون نفر فارسی زبان دارن مشاهده میکنن. چقدر فایده داره؟ پس سومین عامل انشراح صدر مخالف پذیری است. بیایم در کنار هم زندگی بکنیم. تشنج و تقابل و افراطیگری و خشونت و حذف و محرم و نامحرم و اینا رو دور بریزیم.
خب امشب عروسیه، خیلی برنامه خوب دوستان ارائه دادن، خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، چیزهای خیلی خوب شنیدیم، حس و حالمون عوض شد. چند تا فلسفه برای ازدواج هست. یک، خوشنودی خدا و رسول خدا، امر خدا و رسول خداست. و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. پس اولین فلسفه ازدواج امر خدا به جا آوردن که خدا و رسول خدا از ما خوشنود باشن. دعا میکنیم خداوند از این نور چشممون داوود و همچنین همسر محترمی ایشان خوشنود و راضی باشن. بگید آمین. دومین فلسفهش رسیدن به شرم و حیا و عفت و پاک دامنی است. خداوند تضمین کرده هر کسی که پناه بیاره به ازدواج و فرار بکنه از بی‌عفتی و پناه بیاره به ازدواج، به آغوش ازدواج و عفت و پاک دامنی، بر من واجبه که ازش حمایت بکنم. خداوند تعهد داده، گفته بر من واجبه که ازش حمایت بکنم. اگر فقیر بود از فضل خودم، نگفته از مال دیگران، از فضل خودم اونو غنی میکنم. همین آیه که تلاوت کردم به 3 نفر خدا تعهد داده که بر من واجب نصرتشون. یک جوانی که به خاطر ترس از واقع شدن در حرام به ازدواج پناه بیاره. ازدواج آسان بگیرید. در کشور ما بین 10 12 تا 15 میلیون جوان تو ترافیک ازدواجن. از خدا بترسید، به بچه هاتون رحم بکنید. کشور ما یکی از جوانترین کشورهای دنیاست، بالاترین جمعیت جوان دنیا رو داریم. 13 14 میلیون تو ترافیک ازدواجن. زن حلال 500 میلیون، 1 میلیارد 2 میلیارد پول میخواد. حرام مفتی چیزم بهش میدن. بزرگترها به جواناشون رحم بکنن. اینا فرزندان ما هستن، جگرگوشه های ما هستن. پدر عروس خانم مسائل رو براش آسان بگیره، فردا این پدر نوه تو میشه. همین دامادی که آمده خواستگاری دخترت میشه داماد تو، بعد تو رو پدر بزرگ میکنه، به کمال انسانی میرسونه. تو پدر بودی الان میشی پدر بزرگ، نوه هاتو میبینید، نتیجه هاتو میبینید. بعضی از پدر خانم‌ها شب اول میخوان دامادشون رو چپاول بکنن. غارت، مفلس، هر چی داره 200 میلیون شیربه ها، 500 میلیون فلان، 100 میلیون به حساب مادرش بریز، 200 میلیون به حساب فلانش بریز. عجب. یعنی این پدر دنبال عفت دخترشه؟ چرا آمار طلاق در کشور ما داره بالا میره؟ در یک روستای شاید در جنوب ایران، خب من 15 سال قبل از انقلاب بودم، باقیش هم تو انقلاب اسلامی بودم. از هر 4 ازدواج چند سال پیش 1/4 منجر به طلاق بود. الان کم کم داره میرسه به نصف. یعنی ما در سال چیزی حدود بین 700 تا 800 هزار ازدواج در کشور داریم. این آمار چند سال پیشه. از اون طرف از هر 4 ازدواج 1/4 منجر به طلاق میشه زیر 2 سال ازدواج. شاید در جنوب ما، در استانهای جنوبی، در سال میگذشت 50 تا طلاق نبود. تو استان هرمزگان بین شیعه و سنی، بین همه. الان تو یک روستا، نمیگم کجاست، 2500 نفر جمعیتش، 30 تا طلاق تو یک روستا. امام جمعه میره روی منبر گریه میکنه. چرا گریه میکنید؟ وقتی دعوت شدی به سفره عقد، اگه گفت مهریه 500 مسکال یا سکه طلا، اونجا تو بلند شو بگو من همچی عقدی رو نمی نویسم. رفتم پیش اون عالم، ننوشت. همطوری دست دختر حرامو میگیره میبر تو خونش. نه، به اندازه سال تولدش 1300 و فلان سکه. 20,000 نفر زندانن به خاطر مهریه. نه همش فریبکاریه. بابا هدف عفته که جوانای ما آرام و قرار بگیرن، استقرار پیدا بکنن، جشنشون بگیریم، شاد بشیم، بتونیم مردم رو دعوت بکنیم، دعای برکت براشون بکنن.
پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند هرچه آمار ازدواج بالاتر بره، آمار جرم و جنایت و ناامنی و اینا پایین میاد. اینا رو پایین بیاریم. چطوری آمار ازدواج بالا میره؟ زمانی که مهریه کم باشه، خرج و مخارج عروسی کم باشه، عروسی سبک باشه. پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده با برکت ترین زنی که مخارج عروسیش سبک باشه. خب پدر عروس، پدر داماد همه مسلمانن، یعنی نمیخوای دعای برکت پیامبر نصیبت بشه؟ کمک بکنید عروسی های جمعی. من پیشنهاد میدم با حاجی سلمان، با حاجی حسن، دفعه دیگه وقتی میخوان عروسی برگزار بکنن توی این منطقه اینجا 20 نفر داماد بگذارن، جمع بکنن. بچه های روستاها اینجا نبود، روستاهای اطراف مدیریت بکنن، هر 4 ماه یک بار عروسی جمعی. من چندی پیش داخل رمکان جزیره بودم، 41 داماد به جای یک نفر 41 داماد نشسته بودن یک شب. این کار فرهنگی بزرگ خدا ازتون راضی میشه. کمتر از جهاد نیست، کمتر از حج نیست، کمتر از عمره نیست. ولیمه یک ولیمه، برنامه یک برنامه، چقدر خوشحالی میشه. چطوری جوانای ما به عفت برسن؟ این نقطه خیلی بهش توجه بکنید. ازدواج مصلحتی نیست. بعضی مادرها، بعضی پدرها اگر با دختر عمود، با پسر عمود، با دختر خالت، با دختر عمت، با فلان ازدواج نکردی، شیر من بر تو حرام. معذرت میخوام میگه تو همسرشید، شیرم حرام یعنی چی؟ خوبی یک طرف، تقوا و خدا ترسی یک طرف، جذابیت زن و مرد برای همدیگه. در کنار خوبی و پاکی و تقوا و تدین باید زن و مرد جذابیت داشته باشن برای همدیگه تا عفت حاصل بشه. اگر دختر و پسرمون همدیگه نمیخوان، اجبارشون نکنید. بعد از 3 تا 4 تا بچه خودشون نشون میده. و غذایی که دوست نداره تو چرا وادارش میکنید؟ یه خوبی دیگه که دلش هم بخواد بهش بده. باید برای همدیگه جذابیت داشته باشن. جمال منظورم نیست، جذابیت غیر از جماله، مهر غیر از جماله. شاید از نظر تو زیبا نباشه، جذاب نباشه، ولی برای شوهری که خودشو انتخاب کرده، اونو انتخاب کرده، براش جذابه. اجازه بدید. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند اگر دختر و پسر که قصد ازدواج دارن بتونن جایی از بدن همدست همدیگه، صورت همدیگه رو ببینن. تو بعضی از قبایل، در بعضی از کشورها، تو بعضی از استانهای خودمون، تو شکم مادر دختر رو به اسم فلان پسر میکنن. ندیده. میگه اگر همدیگه رو ببینن کمک میکنه که زندگیشون بیشتر تداوم پیدا بکنه. فلسفه بعدی تولید نسل. بچه رو برای خدا تعریف کن، برای رب تعریف کن چی میخوای. بعضی مادرها میدونی چی تعریف میکنن؟ بچه‌ای میخوام که خوشگلتر از همه باشه تو منطقه، چشمش اینطوری باشه، گردنش غزالی باشه، چشمش گاوی باشه، ساق پاش اینطوری باشه، رنگ موش اینطوری باشه. و همه چی گفتی، چی کم میاد؟ بگو خدایا فرزندی به من بده، حتما پسر باشه، حتما پسر باشه. بگو خدایا فرزندی به من بده، فرزندی، نگو دختر پسر، فرزندی به من بده که سالم در جسمش باشه. حتما مسائل ژنتیکی رو برید، حتما آزمایش رو برید انجام بدید. استان هرمزگان یکی از استانهایی است که واقعا وقتی انسان میره مرکز تالاسمی، واقعا این دل تو سینه طاقت نمیکنید. میرن که این آزمایشگاه نمیرن و خیلی هاشون هم ازدواج فامیلی. خدایا فرزند سالم، راهش اینه که برید
آزمایش بدید مسائل ژنتیکی رو، خیلی کمک میکنه. فردا این بچه معلول رو دست میمونه، شرمنده خدا و این بچت میشید، ولی جنایتکار خودت بودید. قبل از اینکه دل ببندید اول با فکره، قبل از اینکه با چشمت و دلت عاشق بشید اول با فکرت. هیچ مشکلی نیست تا ازدواج نشده از هم جدا بشید، خدا روزی تو رو جای دیگه رسونده، ولی این همه محبت ها میریزه، شهوت ها تمام میشه، خودت میمونی با بچه معلول. خدا فرزندی به من بده که سالم در جسمش باشه، صالح در اخلاقش باشه، مصلح و مفید برای جامعهش باشه. اشکال نداره خوشگلم باشه، چه اشکالی داره؟ ولی اگه خوشگل باشه صالح نباشه چی میشه؟ خوشگل باشه سالم نباشه چی میشه؟ خوشگل باشه جذاب باشه منحرف بشه چی میشه؟ خیلی از اونهایی که زیبان فریبشون میدن، تو برای هنرپیشگی خوبی، تو برای خوانندگی خوبی، تو برای تبلیغات نمیدونم روی شامپو و صابون لوکس خوبی، تو برای فلان خوبید، تو برای مد لباس خوبید. پس اینو از خداوند چه؟ دوستی داشتم تاجر بود، فرش فروش بود، میگه همش خانمم دختر به دنیا می آورد. یه روز یه نفر منو وسوسه کرد، گفت آجی این همه پول یه نفر نداری که نامت بلند بکنه؟ گفت نامم چطوری بلند بشه؟ گفت یه پسر ندارید، اینا همه به اسم زنته. یه پسر ندارید، این دخترها همه به اسم دامادشونه. گفتم چه کار کنم؟ گفت برو یه زن بگیر تا خدا بهت پسر بده. میگه یه لحظه غافل شدم، وسوسه شدم، فکر میکرد که نامش با فقط پسر بلند میشه. یه وقتی با دختر صالح و مصلح هم بلند میشه. از همون دختر نوه پسر صالحی که دنیا را پر از علم میکنه، پر از تقوا میکنه، خدوم میشه. اینو داشته باشید. من یه چیز دیگه یادم نره، ما یک دکتر شمالی داشتیم تو محله سرو، دکتر کاکاوان، تو بندر لنگه است الان. شاید بعضی بندر لنگه ها اونو، این چند سال تو منطقه ما بود، تو تازیان بود، تو روستاهای اطراف بندر، چند سال هم تو سرو بود، با ما خیلی صمیمی بود. یه نامه نوشته بود به انجمن که هر مریضی که به انجمن مراجعه میکنه انجمن یادداشت بده بیاد اینجا، من رایگان با داروش با آمپولش. باشه چشم آقای دکتر. به خواهرم همشه که مرکز حفظ و مرکز دانشجویی داشت، خالاشه، نوشته بود که هر چی مریض هست بفرست. یه روز من بهش گفتم دکتر جان، خب تو از ما که نمیگیری بزید، از این همه که انجمن معرفی میکنه نمیگیرید، هرچی مسجد معرفی میکنه نمیگیرید، هرچی از خوابگاه دانشجو و کلاس حفظ نمیگیرید. تو اینجا خونه دارید، اجار کردید، مطب دارید، پول آب، برق، تلفن و. گفت شیخ خدا خیرتون بده که شما معرفی میکنید، من هنوز از دین مادر بزرگم در نیامدم. گفتم داستان مادر بزرگ چیه؟ گفت وقتی من برای پزشکی میخوندم به مادر بزرگم گفتم تو دعا بکن تا من پزشک بشم. گفت پسرم من دعا میکنم اگه تو پزشک شدی 1000 تا مریض تن خیرت خودت برای من هدیه میدید. گفت شیخ من هنوز به مادر بزرگم قول دادم که وقتی پزشک شدم 1000 تا مریض و مجانا تن خیر مادر بزرگم، هنوز 1000 تا مال مادر بزرگم تمام نشده. بعد پدر بزرگم، بعد مادرم، بعد پدرم، بعد معلمم. سبحان الله. همچه فرزندایی هم هستن. بالاخره این حاجی وسوسه شد، ازدواج کرد، 2 تا زنهاش با هم باردار شدن. سبحان الله. زایمان کردن شیخ سلمان. شیخ سلمان میدونه من چی میخوام بگم. اولی پسر آورد، دومی دختر آورد. ببخشید درسته؟ اولی پسر آورد
که ترکش کرده بود به خاطر پسر رفت با دومی ازدواج کرد، دومی که به خاطر دختر گرفته بود، به خاطر پسر گرفته بود، دختر آورد. یا حاجی به سجده افتاد، میگه خودم گوشم و محکم اینطوری گرفتم، فشار دادم، خدایا توبه نصوح، غلط کردم، دخالت در کار تو نمی کنم، خدایا صالح شما، خدایا صالح شما. این مثل همون داستان خوله بنت ثعلبه و اویس به ابن صامت میمونه. سوره مجادله رو خوندید که چیزی به اسم ظهار شنیدید؟ با تا دسته‌دار زا، ظهار، هی دو چشم، الف را. اگر مردی به زنش بگه انت علیک ظهر امی، تو به زنش بگه مردی کمر تو مثل کمر مادر منه، دست تو مثل دست مادر منه، این زن برش حرام میشه، دست نمیتونه بهش بزنه. زن آدم مثل مادر آدم نیست، هیچ موقع حلال مثل حرام نیست و حرام مثل حلال نیست. زن آدم مثل خاله آدم نیست. اگر مردی به زنش بگه زنش کفاره مغلظی میخواد، 2 ماه پی در پی با روزه بگیره اگه بخواد دست به زنش بزنه. چه راحت بعضی موقع زنمون تشبیه به مادرمون میکنیم، تشبیه به خواهرمون میکنیم، تشبیه به دخترمون میکنیم. این کلمات خیلی خطرناکه، چون قرآن نمیفهمیم چی میکنیم. اوس ابن صامت به زنش خوله بنت ثعلبه گفت انت علیک ظهر امی، تو برای من مثل مادر منی. این زن چادرشو برداشت دو به طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم، مردم لنگشو برداشت دو به طرف دنبال زنش. اشتباه کردم 20. خداوند صدای این زن رو شنید. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتکی الی الله والله يسمع تحاوركما. سوره مجادله آیات اولشو بخونید. هنوز نرسیده بود که این آیات نازل شد بر پیامبر صلی الله علیه و سلم، با هم رسیدن. خوب دقت بکنید تو این کلمات. خوله گفت یا رسول الله شاهد باش صلی الله علیه و سلم، زمانی که من جوان بودم این مرد که اوس باشه میوه جوانی منو خورد، به من نگفت تو مثل مادر من هستی، تا تونست میوه جوانی منو خورد، به من نگفت مثل مادرم هستید، تا تونست از زمین کشاورزی برای خودش تولید کرد، کشت و زر کرد، دختر و پسر تولید کرد، به من نگفت مثل مادرم هستید. الان که نازا شدم، به سن یائسه رسیدم، میوه جوانی ندارم، تولیدم چه متوقف شده، به من میگه تو مثل مادرم هستی. بعضی موقع چطوری ناشکری میکنی، میخوای زن بگیری برو بگیر، ولی اینطوری کفران نعمت با کسی که یک عمر با تو زندگی کرد. چه گناهی کرده که همش دخترم؟ 3 بیت شعر عربی یک روزی تو کتاب استاد رافعی تو کتابخانه دانشگاه اسلامی ورق میزدم، این 3 بیت شعر رو به عنوان لطیفه ولی خیلی پرمحتواست. به این 3 بیت شعر رسیدم که یک شخصی بود به اسم ابو حمزه، قهر کرده بود از خانه که زنش فقط دختر میاره، پسر نمیاره. رفته بود خانه همسایه، نمیامد خونه. بعد از چند ماه این زنش کاغذی برداشت، شاعر بود و حکیم بود، 3 بیت شعر نوشت فرستاد پیش شوهرش ابو حمزه. شما عربی بلدید دیگه همتون. میگه مال ابی حمزه لا یاتینا یظل فی البیت الذی یلینا غضبان الا نلد البنینا تالله ما ذلك فی ایدینا. زن داره میگه و نحن کالارض لزارعینا ننبت ما قد زرعوه فینا. سبحان الله. میگه این ابو حمزه چشه؟ ناراحته، شبا خونه همسایه میخوابه، خونه بغل دستی نمیاد خونه، قهر کرده، ناراحته، خشمگینه، غضبان از این که ما دختر به دنیا میاریم پسر به دنیا نمیاریم. به خدا قسم که این دست ما نیست، ما مثل زمینی هستیم که در اختیار کشاورزیم، هرچی کاش ما درو میکنیم. ابو حمزه دید که این زنه داره راست میگه، نامه رو گذاشت تو جیبش، آمد در خونه زد، با خانمش آشتی کرد.
راست میگه. حالا من نمیخوام برم تو مسائل علمیش. قرآن پر از مسائلی است که امروز طب و خیلی مسائل دیگه چه پیشگویی کرده، امروز شکوفا شده. خب در کنار این مسجد هستیم، چند جمله هم برای این مسجد. خانه هایی که کنار مسجد هستن، من یه مثال بزنم. اگر آمدی یه جای خانه درست کردید، عرب میگه الجار قبل الدار، همسایه قبل از خانه. اگه یه همسایه متین وزین با شخصیت، با تقوا، انسان مؤمن خوب مهربان آمد کنار خونت، زمین خرید، خونه درست کرد، تو خوشحال میشی یا نمیشی؟ میگی به به عجب همسایه خوب، امنیت برای خانوادمه. دلت خوش میشه که یه نفر آمده چه انسان باشه، هر کجا که باشه، همسایه تو. اما اگر خدا آمد همسایه تو شد، خانه شو بغل خانه تو درست کرد، 1000 نفر هم تو شهر شما کار میکنن. اینو تمومش کنید. ما یه مسجدی تو محلمون داریم، مسجد سلمان. تو روزی که اقتصاد خرابه، کار تعطیل، تقریبا تورم بالاست، مشکلات بیکاری هست، با طلای خواهرها داریم درست میکنیم. الان کوچکترین انگشتر، یعنی پلاک، کوچکترین پلاک 2 میلیون کمتر نیست. سهام بفروشید. اینجا یه تجارت لنتبوره، آقا هر متری مثلا 2 میلیون، یه خانواده بیاد 2 میلیون یه سهم بخره. یه متر مال من. نمیتونه 2 تا خانواده شریک بشن، 2 نفر 2 تا 1 میلیون یه سهم. اگه یه نفر میتونه 5 سهم بخره. توی یکی از روستاهای اطراف بندر عباس، روستای چاهو، مسجد درست میکردن، همه با هم شدن. یه وقتی یکی از مسئولین مسجد، امام جمعه شون، گفت شیخ یه روزی یه مادر پیری دیدم که 2 تا بز، گردن 2 تا بز گرفته آمد در مسجد. گفت جناب شیخ من پول ندارم، فقط 2 تا بز دارم، تحویل بگیر، اینو بفروش خرج مسجد بکن. من خودم یک مسجدی برای مادری درست کردم تو روستای کویی که جاست. این مادرمون تو بحرین مهیابه و سمبوسه و پکاری میفروخت و جلیبی، با پول مهیابه مسجد درست کرده. الان برید اون مسجد روستای کوچک چقدر آباده، چه کلاس های اونجا هست، با پول مهیابه. اگه یه نفر 5000 تومان هم آورد ازش تحویل بگیرید، نگاه به اون رقمش نکنید. اونهایی که اینجا کار میکنن، تو این محل کسب درآمد میکنن، یه حقوقشون رو بدن به این مسجد. اینجا محل کسبشونه. اونهایی که زمین دارن، هرچی مسجد دورش بازتر بشه، ملحقاتش بیشتر بشه، یه پارک، یه پارکینگ، یه فضای سبز، یه کتابخانه، یه زمین ورزش کنار مسجد برای بچه ها، یه سالونی، اصلا یه سالن آمفی‌تئاتر، خیلی عالیه. خب در پایان دوباره تکرار میکنم، برادر و خواهران سیل زدمون رو فراموش نکنید. من تو زیارت گفتم، تو اون موقع تو لیردف تازه سیل وارد گلستان شده بود، اول گلستان بود اونجا. گفتم تو عروسی عاجل خراسی، گفتم کرمانشاه، مازندران، لرستان، خوزستان، گلستان و همه استانها و شهرهایی که سیل آمده، عزیزان هم دعای خیرشون بکنید، خدا اونها رو صبور بکنه، صبرشون، استقامتشون و شاکر باشن، هم کمکشون بکنید نزدیک فقر تبدیل به کفر بشه. یکی از علما میگه یه زمانی قحطی آمد در نیشابور، اون موقع من فهمیدم که نام اعظم خدا در نیشابور نان است. میگه تعجب کردن که من گفتم نام اعظم خدا که مردم دارن فریاد میزنن نان نان. دیدم که صدای اذان از مناره ها چه تعطیل شد، دیدم که در مساجد قفل شد، نماز جمعه برگزار نشد، نماز یومیه برگزار نمیشد.
دیگه هیچ صدایی نبود، فقط صدای نان. فهمیدم که نام اعظم خدا نان است. اونهایی که اضافه بر زندگیشون دارن اسراف نکنن. چه از کانال دولت اطمینان دارید، هلال احمر، بهزیستی، کمیته امام. اگر اطمینان ندارید، انجمنهای خیریه که اطمینان دارید، دوستانی که تو اون شهرها و استانها اطمینان بهشون دارید، مهم که این کمک تو بفرستید. اوائل سیل احساسات خیلی بالاست، همه میشتابن کمک میکنن. اوائل زلزله ماه اول همه میرن، ولی 1 ماه 2 ماه که گذشت احساسات میاد پایین، کم میشه، همه فراموش میکنن، مشغول خودشون میشن. اعلام کردن تو استان هرمزگان شاید سیل بیاد و آف گرفتگی. چقدر ما بی‌طاقت و بیقرار شدیم، ولی اون مساکین که هم میهنان ما هستن، تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد مهن آدمی. وضعیت خیلی سختی است. کل سرمایه به زندگیشون رو از دست دادن. آب بره، خونه های دیگه هم وجود نداره. چقدر مدارس متوقف شده، مخروبه شده، چقدر درمانگاه ها، بیمارستان ها، ادارات، پل ها، راه ها، جاده ها. مردم بی سرپناه شدن. سرمایه 1 عمر 60-70 سال 4 تا خش گذاشتن. 2 تا اتاق هم برای دختر و پسرشون درست کردن، دامادشون بکنن، عرضشون بکنن، همه یک جا رفت. همدردی لازمه، همدردی عملی. ما نقص مال من صدقه، هیچ مالی از صدقه کم نمیشه. خب از حوصله همتون تشکر میکنم، برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که این مراسم بر همه مبارک باشه، بالاخص داماد عزیز جلسه، همسر محترمیشون، پدر و مادرشون، کل طایفه مردم خوب این روستا، همه شما سرورانی که علاقمند و دوستدار این خانواده و این روستا و این طایفه بودید، حضورتون گرامی باد. همه و همه تشکر و قدردانی میکنم از اینکه ما رو دعوت کردی، اکرام کردی، گرامی داشتید. بازم ممنونم. خداوند به همتون جزای خیر بده. ثمره این مراسم و این ازدواج برای هم داماد و هم شما خیر و برکت و ایمان و امنیت و آرامش باشه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.